لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضران عزیز، برادران بسیارم، ارجمند، استادای گرامی، بزرگانی که در این محفل شادی، در این محفل خیری، برادر عزیزمان عطای حاج بهرالدین که حضور داریم، از پروردگار بزرگ میخواهم که خداوند این مجلس ما را پرنور بگرداند و رشته محبت و دوستی را میان امت اسلام برقرار گرداند و خیر و خوبی ها و محبت و یکدلی را در این خاندان، در این محله و در این وطن خدایا جاری گرداند و اسلام عزیز در سراسر عالم پیروز گرداند. آمین. پروردگار مهربان چنین محفلای شرعی، چنین محفلایی که با حضور علما و دوستای خدا که معطر و نورانی می شود در جامعه ما زیاد گرداند. آمین. و فرزند ارجمند حکای حاج بهرالدین که ازدواج دارد، توی نکاحی دارد، خداوند شه بچه را با عروس نازنینش زندگی خوب و خوش نصیب گرداند و از دامان عروس نازنینش خدا در آینده بهترین فرزندای قرآن خوان مسلمان دیندار خدا به دنیا آمدنش نصیب بوده گرداند و به حرمت قدوم علما و به حرمت قدوم یعنی دانشمندا و بزرگا دوستای خدا و رسول خدایا گذشته هامون رحمت کند. آمین. و خصوصا قبرستان دیه را امشب خدا نورباران گرداند. پروردگار و مرده های همه مونه ارواح پدرها و مادرها و باب و جد و گذشته هامون خدا رحمت کند و از ثواب این محفل نورانی همه اونها را خدا مناسب گرداند. برادران عزیز، اگر توجه کرده باشید از سخنهای که مولا استادمان بسیار سخنهای جالب و جذاب تکان دهنده برای ما و شما مطرح کردن. مسئله های مهم از فرایض الهی صحبت کردن، امر معروف، نهی منکر، زکات مال دادن، چند تا امرهایی که خداوند در قرآن عظیم الشان برای ما امر کرده است حضرت دامنا بیان کردن. پروردگار بر ما توفیق عمل نصیب گرداند. شنیدنی ها خیلی زیاد است، همه حالت شنیده ایستادیم، لیکن تعجیب اینجاست که عمل نیست. خوف اینجاست که عمل نیست. برادرای عزیز، اگر بشنویم و بازم عمل نکنیم، پرکرانه رفتار کردن گیریم، این زیان دارد، بازم بر جان خود زیان کردیم. این محفلی نکاح است، محفل شادی است، محفل توی ازدواج است. من از صمیم قلب از نام خدا و از نام همه شما عزیزان حاج بهرالدین خودش و خاندانش تبریک مبارک باد از می‌گویم. نکاح گفتم این سنت پیغمبری بزرگوار است. نکاح آبروی مسلمان است. نکاح شرف مسلمان است. نکاح برکت است. نکاح فیض است. نکاح نصرت و هدایت است. از نکاح فرزند صالح و سالم به دنیا می آید. چگونه که الان گفتن بزرگان که خداوند در قرآن میگه که ولا تقربوا الزنا، قریب نشید به زنا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح سنتی منه، نکاح راه و روشی منه. باید ما فرزندامون نکاح کنیم. خدا در قرآن عظیم در آیات میفرماید که پسران و با دختران در نکاح یکدیگر در آورید. برای پسر صالح دختر صالحه انتخاب کنید، برای دختر صالحه پسر صالح انتخاب کنید، برای بچه نمازخوان دختر نمازخوان، برای دختر نمازخوان چی؟ بچه نمازخوان، برای بچه با حیا و با عفت و با شرم و با ایمان دختر با حیا و با عفت و با شرم انتخاب کنید.
در حضرت اولیا میفرماید که زن مخواه از بینماز و نیز او را زن مده. زن مخواه از بینماز و نیز او را زن مده. دومی سگ بهتر بود از شومی هر بینماز. دومی سگ بهتر بود از شومی هر بینماز. همین سگ که خواره و البته را دوم میزنه. از آدم بینماز انو دم زدن سگ بهتره. شیطان که رانده شد به جز یک خطا نکرد. خود را زی بحر سجده آدم چی رضا نکرد. شیطان 1000 مرتبه به مرد بینماز که او سجده برای آدم این بر خدا نکرد. او سجده آدم نکرد، رانده شد به این قدر بلا و مصیبت ها برادران گرفتار شد. یکی یک بنده در همین روی دنیا بخواد آب خدا را بخوره، نان خدا را میخوره، زمین خدا را استفاده میبره، ایباد و هوا و اکسیژنی به کل نفس میکشه، لیکن خدا را سجده نمیکنه، خدا را عبادت نمیکنه، خدا را اطاعت نمیکنه، سرکشی و طغیان میکنه از عبادت بندگی. این چی بندگی است؟ زندگی مقصود بهر بندگی، زندگی برای بندگی باشه. پس بنده که بندگی نکند، در زندگی اطاعت خدا نکند، مردنش بهتر است. زندگی به بندگی شرمندگی. بنده که اطاعت خدا نکند، بنده که اطاعت پیغمبر نکند، بنده که خودش تسلیم در فرمان خدا نکند، مردنش بهتر است. در روی زمین گشتنش خوبی نداره. باز زیادتر گناه و معصیت زیادتر میشود، جواب دادنش در پیشگاه خدا سخت است. بنابراین خداوند هر انسان بر خودش جفتش معین کرده. مرد صالح زن صالحه بگیره، زن صالحه مرد صالحه بگیره. ببین، مرد زناگار زن فاحشه زناگار را بگیره، زن زناگار فاحشه را خودش مرد فاحشه را بگیره. دخترها را 17 سال 18 سال 20 سال 21 سال با گل قیمق پرورشش میکنیم، کلانش میکنیم، با وای و کمال میرسونیم، برای 2 سال پول شده و منصب یک منصب داشته دخترها را در علامه پرتای برادر عزیز. در بچه های عرخرا و زناگرها و فاحشه و عیاشا و مینوشا حیات دختر خودت نسوز. امروز ما و شما برادرای عزیز حرکت میکنیم که برای بچه ها ما دختر صالحه بیاریم. اگر بخوایم که کلیم بگیریم 100 در چرخ میزنیم، کاری بکنیم که دختر خوبی نمازخوانی با حیا و با عفت چطور کنیم برای بچه‌مون انتخاب کنیم. وقتی من بخواهم که برای دختر میاد برای بچه میاد دختر صالحه انتخاب کنم و همچه کلیم کنم به خانم بیارم، باید در جامعه دختر خود چی صالحه کنم، دختر خود به صلاح رسانم در دست یک بچه مردک دادیم. وقتی من میخوام که برای دختر میاد برای بچه میاد چی زنی صالحه بیارم، باید بخوام که دختر ما در یک مرد صالح بتیم. یا اگر من بخوام که برای بچه ما یک زنی صالحه بخوام که برای دختر من چی یا دمادی یک فرزند مسلمانی بچه با غیرتی با ناموس شکل که دامن گفتن هر بچه مسلمان انتخاب کنم، چون زندگیشون خوب گذره. الحیا من الایمان، حیا از ایمان است. حیا از ایمان داره. یک زینه ایمان من و شما چی است برادر؟ ایمان، حیا داشتن است. مسلمان وقتی حیا نداره، شرم نداره، او ایمان نداره. چی مرد باشه چی زن برادرای عزیز در جامعه که من و شما زندگی میکنیم امروز حیا از بین رفتگی است. حیا و شرم از بین بالکلیه رفتگی برادرای عزیز. بچه های عاقل و بالغ در کوچه ها میبینیم امروز تا این توصیف در کوچه گشته است. بچه مسلمان میبینیش که بچه اگه جا بده استادیون رو در فوتبال که مادی پلووز در کوچه ببرا در کوچه میگنی زنی مسلمان میگذاره، مادر میگذاره، خواهر میگذاره، زانوی تو سطر برادر عزیز. داغی روز جامعه امانه برادر عزیز. حیا و شرم رفته از بین. هم از مردا رفته است دیگر هم از زنا رفته گه. هوا گرم است، ببینه احوال مرد زن به چی گرفتار شده. و پیش کنال دریاها میگذاریم همه بچه مسلمان آبوزی که تای پلافکی لخت اوریان با یک کوچه یک مرد در ماشینش میگذاره، زنش در دری ماشین شد، دخترش در دری ماشین شد، مادرش در دری ماشین شد. همه تا میگذارن بچه های عاقل و بالغ در کنال آبوزی که استادن همه لخت اوریان. سطر تنها برای این مرد به مرد بینن این گناهکار شده. نه، سطر برای خدا کن، حجاب برای خدا کن، از خدا بترس. خدا گفته است پوشین برادرت را پوشونه. سطر مرد از فلان جا تا فلان جا، زن کل عورتش سطر، حتی صداش هم سطر.
بنابراین رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت الدنیا متاع، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحه. دنیا خودش یک کالای است، یک متاع است. بهترین متاع دنیا برادرای عزیز چی است؟ زن صالحه. زن صالحه از خانه پدرش به خانه شوهرش صفا میارد، صمیمیت میارد، ادب میارد، اخلاق میارد، ایمان میارد، نور میبیارد، محبت و الفت و مهربانی میبیارد، علم میبیارد، معرفت میبیارد، اخلاق انسانی میبیارد. زن صالحه وقتی خانه کسی آمد که این شد آمد، از او فرزند صالح و صالحه به دنیا میآید، مادر خوب میشود. بنابراین دخترکان را در خانه ها باید تعلیم و تربیه بکنیم. چیزی که استاد گفتن، هر کس قاضی خانواده خودش شود، هر کس مفتی خاندان خودش شود، هر کس معلم و مربی خاندان خودش شود. در همین حالت و زمانی که ما شما زندگی داریم، امر معروف در خانه های خودمون بکنیم. اگر چی نمیتونیم علما را بیاریم، اگر نمیتونیم سخن علما را برده در زن و فرزندان رسانیم، خودمون امر معروفشان کنیم. چنین وسع و توان و فرض و واجب و سنت و مستحب و مباح و محرم و احکام و ارکان دین تا در زن و فرزندان فهمان برادر عزیز. از حلال و حرام گپ زن. چیزی که از علما میشینه اهمیت شیشتر شما ملح تماشا کردن در فلشکارت ضبط کن، گیر بر در زن و فرزندان بگو در خونه حاج برده که دابل عبدالرحیم اینه میخی نصیحت کردن. یک گلدسته زیبا از همینجا گیر بر. حالی من شما میریم در خانه هامان، زنامان، دخترمان، پسرمان میپرسد دادا جان در خونه حاجی بردین کدام داملا بود؟ فلانی فلانی ها بودن. چی گفتن؟ چون چی گفتن؟ برای چه قالب بود؟ دهمیجه بود؟ دور خود نبود. گوش چی نوید؟ گوشی سرت چی نوید؟ اما گوش قلبت نشنوید. ظاهرا بودیم در مرکه اما روحان نبودیم برادر عزیز. هر چیزی که از زبان علما در این حالتهای حساس میشنیم والله غنیمت های. قسم به خدا در همین محفل و معرکه اگر نشنیم دیگر نداریم جایی صحبت شنویم. بنابراین هر چیزی که از استادا و بزرگان مهنت میکنن بیچاره‌ها برای من شما میگن حرکت کنیم که یک چیز از زبان همینا گیریم بعضا فرزندان رو هدیه بریم اونا کام چیز از این دست استفاده برن. در این خاطر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود اغدو عالما، شما باشه خود عالم او متعلما، یا متعلم شوه، عالم شده که نه اقلا متعلم شوه. اگر متعلم که نمیشه پس چی شوه؟ محب شوه اقلا. محب هم که نشه مستمع شوه. این مستمع شده خداتون شنید نه که شنیدگیتون افسوس برده به خوناتون رسوندن نمیتونه. پس از گروهی پنجم نشوه که هلاک میشه. بغضی علما نکنه، بدبین علما نشوه، نسبت به علما کجبین نشوه. والله علماها مثل شمع هستن که خودشون میسوزن روشناییشون در شما میتین. تمام وزبینی و مشکلات بیچاره ها در خودشون گرفتن، جان در کف دست تبلیغ و دعوت میکنن مردم ها. تا که در پیشگاه خدا پرسیده میشن عالم ها من ترا علم دادم، من ترا آبرو دادم، عزت دادم، نام داملاگی دادم، ایروی داملاگی، ایروی این عنوان ترا مردم ترتاری دست میکردن. چقدر خدمت کردی در خلق خدا. پرسیده میشم روز قیامت. بنابراین عالم کارش زیادتر از برادران عزیز. عالم پرسش و عالم کافت چاوش بسیارتر است. لیکن خداوند قرآن چی میگه؟ انما یخشی الله من عباده العلماء. عالماتون رو احترام کنه، عالما را دوست بداره. هر کس دوست بدارد عالم را دوست بدارد که فردا قیامت قطعا به عالم محکوم شود. در روایت ها میخونیم اگر یک عالم به یک قشلاق گذرد به خدا قسم به حرمت قدوم عالم 40 روز از قبرستان دیها عذاب برداشته میشده است. این فضیلت رو بینه، بزرگی عالم بینه. یا عالم هیچ کار نکنه همین تا به قشلاق شما گذرد، حالا که در اجا آمدن ششتن قطع شما چای خوردن یا دلهن صحبت کردن، میدونه چقدر فیض بارید. این محفل بعین محمد الله از در درآمد و که ابن عبدالرحمن دیدم دلم دم کرد، گردهام دم کرد، خرسان شدم که گفتم این معرکه انگی معرکه رسول الله است، معرکه صحابه های که بالای صرفه نبی نشستم با همراه اصحاب. هوشم در اوجا رفت، هم در آمدم برآورد. یا عالم در محفلم میبینم، در محفلم میبینم، خرسان شدیم. خدا را شکر که حالی هم داریم. حالی هم داریم گوینده هایی که چی میگن ما نه حلال و حرام و دین و دیانتی کمتر فرق میکنیم. خدا اینا خود اینا هم از بین برآمد دیگر هیچی نداریم.
دوباره با کفر ابدی باز میگردی بنده خدا. عالما را غنیمت داد چون گهواره که چشم عزت و احترام شو کنه. گفت دنیا متاع خیر و متاع دنیا مرأة صالحه. دنیا کالای پوشش است. بهترین لباس دنیا چی است؟ زن صالحه است. رسول اکرم صلی الله علیه و زن صالحه را تعریف کردند. در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که من از مال دنیا سه چیز دوست می‌دارم. شما همه مردمی سه چیز دوست داره. یکم نماز. چگونه حاضر گفتن نماز حجت مسلمان است. نماز آبروی مسلمان است. نماز غیرت و شجاعت و پاکیزگی و جوانمردی مسلمان است. روز محشر که جانگداز بود اولی پرسش از نماز بود. مرد مسلمان بعد از ایمان چی؟ از نمازش میپرسن. اما زن مسلمان چی؟ بعد از ایمان چی؟ از شوهر، از حقوق شوهر میپرسن. یکم نماز، دویم خوشبویی، سوم المرأة الصالحه. بازم پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ در حدیث های گلبار مبارک، حدیث های فراوان در باب ازدواج داریم. زنا را نصیحت کردن. امروز زنا زیادتر از مردها نیاز به نصیحت دارن. ما مردها بعضی حالتها بعضی جاها میریم نصیحت گوش میکنیم، محفلات را میشنویم، دملوها گوش میکنیم، صحبت دملوها را. هفته ده یک بار جمعه ها میریم. این زنکای بیچاره کجا بروند؟ این مادران و خواهران کجا بروند؟ برادر عزیز، اینا اگه جا حقوقشون رو بشنوند، اینا اگه جا حقوق عبادشون رو بشنوند برادر عزیز. شوهر عالمی نداره که صحبت خدا را برای زنش برساند، در دفترش برساند. بیچاره ها کجا بروند همین مادران و خواهران؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ ایما امرأة اذا صلت خمسها صامت شهرها اطاعت زوجها دخلت جنت ربها. کدام زنی که 5 وقت نمازش را بخواند، نصیحت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، روزه ماه شریف رمضان در یک سال 1 ماه ادا کند، شوهرش را اطاعت و فرمانبرداری بکند، بگوید از کدام دروازه جنت میخواد این زن درآید. 8 دروازه جنت برای زنی که نماز میخواند، روزه میگیرد، شوهرش را اطاعت و فرمانبرداری میکند، خدا گفت از 8 در جنت بروش کشیده. ای خواهران مسلمان، برگردید به سوی اسلام، برگردید به سوی قرآن. آگاه باشید که روز حسابات وزنی در پیش داریم. سوال و نکیر و منکر داریم. او برای ما میپرسن و من ربک و ما دینک و من نبیک. ربی تو کی است؟ دینی تو چی است؟ پیامبرت کی است؟ گفته سوال ما میکنن. برای ربم الله گفتن در این دنیا الله اطاعت کردن در کار است. تو الله باید بشناسی. خواهر عزیز، مادر عزیز، کریم، دختر، چی کسی هستی فرق نمیکند، پسر، مرد، زن، خدا را باید بشناسی. اگر خدا را نشناسی، اطاعت و تسلیم نکردی در خدا، در فردای قیامت نمیتونی بگی ربی الله، ربی من الله هست. اگر بخوای که روز قیامت جواب منکر و نکیر را داده بتونی بگی که پیغمبر محمدی مصطفی صلی الله علیه و سلم است، تو باید اطاعت پیغمبر تا بکنی، چی مرد باشه چی زن، سنت قولی و فعلی را بجا بیاری. زور خدا گفت از اطیع الله و اطیع الرسول، هم خدا را اطاعت کنه هم رسول من اطاعت کنه. تا اگر پیروی دین مقدس اسلام نباشی، نمیتونی گویی که روز قیامت که دین اسلام است. کورکورانه زندگی نکنیم برادر عزیز. بفایده در دنیا آمدگی نیستیم. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نیافریدیم انسان و جن را در دنیا مگر برای عبادت، برای بندگی، اطاعت. عبادت نداریم، اطاعت نداریم، پیروی نداریم. اقبال میگوید گر به نام مصطفی خوانم درود، از خجالت آب میگردد وجود. عشق میگوید که ای محکوم دیر، سینه ای تو از بتان مانند غیر، تا نداری از محمد رنگ و بو صلی الله علیه وسلم، با درود خود میالا نام او. بزرگان روایت میکنن که در یک کوچه میگذاشتن، دیدن که یک موسفید را تخمینا 50 60 70 ساله موسفید پیر یک دخترک جوان در حضورش ایستاده است. همین موسفید سر و روش دستمال میکنه با یک نوازش و مهربانی، دستمال دستش دخترک
20-25 ساله 30 ساله 40 ساله مسافر پیری فرسوده را آبای دهنش تازه میکرد و با یک مهربانی و نوازش عاشقانه پس حضرت اولیاء نگاه کرد تعجب کرده ایستاد دخترک پرسید که بابا برای چی تعجب میکنی؟ و تعجب میکنی که این بابا برای تو چی میشه؟ پدر تای امکی تای تقا تای بابا تای چیه؟ گفت نه شوهر مای گفت تو اینقدر زن جوان این بابا اینقدر پیر با نگاه میکنم با اینقدر مهربانی و نوازش و با یک عشق بازی سر روی مسافر پیری فرسوده را تازه میکنی آبای دهن و دماغ شد. دخترک گفت که تو نمیدونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چی گفته است؟ پیغمبر خدا تو صبر کن و شکر کن در جنتم. این بابا شکر میکنه که من اینقدر زنی زیبا دارم، من صبر میکنم خدا در تقدیر در روز ازل برای من همین شوهر کشیده. من با پیری و بیزیبیش کار ندارم، با این کار دارم که خدای شوهرم کرده، حقوق شوهریم شو بجا میارم. من زنیم تا روز نکاح شم همچه شوهر یا اطاعت و فرما برداری میکنم. بگید چه زنی صالحانی خیلیه. بنابراین اگر لحاظ یک مردی یک جوانی برادر با یک خواهر با واسطه نکاح زن و شوهر میشوند، ممکن در مرور زندگی رفته و همین برادر یک چشمش کور شود، یک دستش کلته شود، یک پایش بشکند، آیا با این که زنش محبتش همین مرد میکند؟ نه، فقط حسن و جمال و زیبایی در آن است که انسان قانون پروردگارش را اطاعت کند. زندگی ما، زیبایی ما، خوشرویی ما، جوانی ما، پیری ما همش برای الله باید باشد. در همه حالت باید چی؟ اطاعت الله کنیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار تنها تو را عبادت و فرمانبرداری میکنیم و در تمام امور زندگی از تو استعانت و کمک طلب میکنیم و بس. دیگر پیش هیچ نامرد سرخم نمیکنیم، پیش هیچ طاغوت سرخم نمیکنیم، بجز تو که رب العالمینی. خدای ما را فقط پیش خودت سرخم کن، پیش هیچ احد سرخم نکن مانا. ای خاطر میرزا عبدالقادری بدین میگوید که چرا خود را اسیر غم تو فکری بیش کم داری که نگذارد تو را محتاج ازید تا کدم داری. مشو به دست و پا از بیکسی و مفلسی هرگیز مگر نشنیده ای به دل خدا داری چه غم داری. اندی خدا تکیه با الله کن، دست به دامن الله بته، گردن پیش هیچ کس خم نکن مگر فقط الله رب العزت و الجلال. با خدا قسم این خیلی که الله رب العزت و الجلال من و شما را دوست می‌دارد. این خیلی که الله هر روز فریاد میکشد که ای بنده خدا شب بخیر. چگونه بزرگا گفتن شب بخیر دست بلند کن، طهارت کن، 2 رکعت نماز تهجد بخوان، والله خدا دست میگیرد، مشکلات حل میکند، بیماری تو شفا میکرد، حتی قرضات ادا میکند. پیش الله نیاز مطرح بکن. لیکن در مطرح کردن نیاز اخلاص و محبت با الله داشته باش. اخلاص نداری، محبت نداری با الله، نزدیکی و قریبی نداری، دست میبرداری. اگر حجت رو در یک بار برداشتن که بود نشد میگی خدا دائما را قبول نکرد. خدا از تو قرضدار نیست، خدا از تو متهم نیست. بنده خدا تو چقدر فاصله ها از خدا فاصله گرفتی؟ 50 سال 60 سال خاطی خدا قهری بودی کو طرف خدا نمی آمدی، از خدا میگریختی، نفرت داشتی. لیکن امروز در یک بار 2 بار 10 بار 100 بار دعات قبول نکرد، محبت از الله میکنی؟ چرا خود را اسیر غم کنه؟ تو فکری بیش کم داری. در 2 جای دیگر میفرماید ای بنده تو سخت بی‌وفایی، از کبر به سوی ما نآیی. تکبر و غرور تا که گردن تا نمیمونه خم کنه پیش الله. لیکن تکبر و غرور تو با کس برادر عزیز، غرور و تکبر شیطان میدونه چیکار کرد؟ از درگاه خدا تا امروز رانده کرد. تا امروز مورد لعنت و نفرین خدا قرار گرفته است. صحابه کرام حذیفه یمانی باشه الله علم صاحب سیر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، او روز نظر افتاد در یک حدیث که میگه شبی از شبها خواب دید، شیطان ملعون خواب دید که شیطان در دور ایستاده است و گریه میکرد، زار میگیریست و دستش به دستش میکوبید. حضرت پرسان کرد صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و ابلیس چرا زار میگیری سرات میکوبی؟ گفت علت زار گیریستن 2 چیز است.
یکم اینکه پروردگار من مورد لعنت و نفرین مردم قرار داده است، از ملائکه آسمان تا عادی انسان زمین تا روز قیامت مرا لعنت کرده است، لعنت میکنم. دیومی همین گیره و زارم همین است که هر روز میخوام نیرنگ تیار میکنم، برنامه تیار میکنم، نقشه میکشم که در دل بنده مومن دارم یک چیز ایجاد بکنم. خداوند در دل بنده مومن یک چیز، یک نیروی، یک قدرت آفریده خلق کرده که دروازه را میکشم، تیار میشم برای در آمدن از درون یک علاوه میسوزانم که تیکه و پاره میشم. نمیدونم این علاوه چه علاوه باشد که حضرت گوی علاوه ایمان است گفت. ایمان ترا نمیمونه که داخلی شوی قلبی مونه. ببینید اگر ذره ایمان داشته باشی، اگر بنده خدا اگر یک گناه بد میکنی دیگه وجدان تا آرام نمیماند، زیرا که این قرار که باشه در قلب ایمان است. ترا تکانت میده بنده خدا توبه کن، توبه کن، توبه کن، توبه کن، بعد گناه توبه کن. بهترین بنده امت همون کسی است که بعد گناه توبه میکنه. برادر عزیز هزارها گناه به توبه ماندگی ای برادر، در ارخیو منظم شدگی ای. حالی پروای توبه گناه کردن مهم نیست برادر عزیز، همه گناه میکند. در دنیا ممکن نیست که انسان بی گناه باشد، نمیشود. همه گناه میکنه، لغزش یک گناهی دارد، لیکن مهم توبه گناه است. شیطان وسوسه میکنه، در گناه ناسو میره، در گناه میدروی، دوباره وسوسه میکنه، نمیمونه تا که توبه بکنی. وقتی توبه نکردی گناه در آخر زم شدن میگیرد، زم شدن میگیرد، زم شدن میگیرد، کارت بیزه میشه روز قیامت. بنابراین هر گناه رو لغزش کردی حتما چیکار کن؟ پسش توبه کن. شب که پیش از آن که خواب میری اول 2 رکعت نماز بخون، طهارت بکن، پیش پروردگار استغفار کن. هر کاری که کردیم برادر از نو یاد ما فراموش نمیشود، در یاد ما میمانه. همون کارهای بدی کردگی تا توبه بکن، کارهای نیکی کردگی از پروردگار که رحمت بخواه، انشاءالله آخر کار بخیر میشه. لیکن در گناهی کردگی بی پروا باشی، کار بزیم است. خداوند تبارک و تعالی را التجا میکنیم که همه وقت هر ساعت و دقیقه که ما در صحبت عالم میشینیم، پروردگار چگونه که توفیق داده که گوش کردیم، توفیق ما بوده که عمل هم بکنیم. پروردگار این محفلای ما را محفلای نورانی توی مبارک کنه، نشست شما را در این خانه مبارک بگردانه، خیر و برکات و فیروزوی نکبختی را در این خاندان و در این محله خدا نازل گردانه. شب بچه را با عروس نازنینش خدایا از جمیع بلاها در حفظ امان نگه دار.